پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیت و 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد، زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیا به سلیمان علیه السلام، بایها را راست میکند، بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد. از خداوند میپرسید چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفت است چی میگفت است؟ میگفت است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد کنار نداشت، از این خاطر به حسابی امونها وابسته بودم، با دوادوی امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند، میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟